الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. اندک قبل به من یکی از برادران نواری را ارسال نمودند که در این نوار عبدالقادر امام مسجد پرم از روسیه دارد صحبت می کند و موضوعی که در روی آن عبدالقادر صحبت می کند این است که می گوید هر کسی که به اون بیت هایی که من خونده ام رد زده است خطا کرده است. معنی این بیت ها رو نفهمیده، در حق اولیای الله، دوستان الله سخنهای ناسزا گفته و از روی این نوارها یعنی مبلغ کار کرده و همچنین سخنهای زیاده. اولا ما به شما خبر می دهیم که برادران و خواهران عزیز، اولا ما بلاگر نیستیم و این کارها را به خاطر نمایش نمی کنیم. این وظیفه طالب علمی ما هست که بیان بکنیم که این ابیات چی کفری و شرکی دارد و چی خطر دارد. ثانیا ما یک انسان عادی نیستیم که از کوچه آمده باشیم و یک رد به این امام صوفی عبدالقادر داشته باشیم، بلکه یک طالب علمی که بعد از 10 سال و 15 سال تحصیل، بعد از دیدن این مسائل داریم صحبت در بالای این مسائل میکنیم. و البته که هیچ حسد به امام این عبدالقادر نداریم. ما میدونیم که امام هایی که امروز در روی این منبر هستند در زیر دستی طاغوت بازیچه اند. فیض بی و کگبی و اینا اداره شان میکنند. اینها بیچاره مسکین هستند. ما نصیحت میکنیم که این کار رو ترک کنند. هیچ جای حسد خوردنی نیست. من به الله دعا میکنم که الله ما را خدمتگار به طاغوت در زیر دست اونها یک بازیچه مگرداند و حسن الخاتمه را نصیب بکند. و هر صحبتی میکنیم به خاطر الله و رسول است. چرا وقتی که نوار این امام پهن میشد و در اون بیت را از عمر خیام و یا حافظ و یا جلال الدین رومی میخواند و در اون شرک را با گناه کبیره برابر میکند، این وظیفه ما طالب علمان است که بیان بکنیم که این غلط است. پس بیایید میبینیم که عبدالقادر میگوید معنای سخن را، معنای این بیتی که عمر خیام گفته است نفهمیدی. معنای بیت این است که رنجانیدن دل یک انسان برابر سوزانیدن قرآن، برابر سوزانیدن کعبه، خانه الله سبحانه و تعالی و برابر سکونت کردن در یعنی خانه شرکی است. سکونت کردن در معبدی که غیر الله سبحانه و تعالی عبادت می شود. و این گناه ها، سوزانیدن کعبه و قرآن و سکونت کردن در جای شرک، به مانندی رنجانیدن دل هست. میگد والله بالله تالله این سخن باطل است. این سخن دلالت شدید بر جهل این انسان میکند که اصل دین و فروعات دین را از همدیگر جدا نمی کند. ما میگوییم که دین اصل دارد و دین فرعیات و جزئیات دارد. گناه کبیره هیچگاه برابر به شرک نیست و شرک هم مثل گناه کبیره نیست. زندگی کردن در بتخانه و اقرار کردن بت و در همون جا به همون رضا شدن و انکار کرده زندگی کردن، البته که این کفر اکبر است و این نبودن براءت است و این مخالف
سوره قرآن مخالف آیات‌هایی که آمده است، مثلا در سوره بقره آیه 256، در سوره تحریم آیه 4، این مخالف ملت ابراهیم حنیف است. این کفر است و شرک است و هیچ وقت این گناه برابری رنجانیدن دل نیست. و گناه دیگر آتش زدن به کعبه، این گناه کبیره نیست، این کفر است. گناه دیگر آتش زدن به قرآن، این البته کفر است. و کسانی که این عمل را انجام میدهد البته کافر می شود. اما کسی که دلی یک انسان را می رنجاند، این گناه کبیره است، صاحبش را کافر نمی کند. ما باید بین این گناه فرق گذاریم، به مردم نفهمانیم که از همه گناه وزنین رنجانیدن دل است، اما این شرک و کفر و سوزانیدن قرآن و سوزانیدن کعبه هیچ باکی ندارد. این برابر است نگوییم. حالان که به من تعلیم میدهی زبان فارسی را و میگویی معنای این بیت را خوب نفهمیده ای، بگو که می بخور، بعد از این قرآن را آتش بزن، کعبه را درگیران و بعد از این در بتخانه سکونت کن، اما مردم آزاری نکن. یعنی این معنای بیت در زبان فارسی همین است که یعنی این گناه ها از دل رنجانیدن سبکتر است. دل نرنجان، همه این گناه کنی باکی ندارد. زبان ادبیات فارسی رو تعلیم گرفتیم، خوب بلد هستیم. پس برای همین میگوییم شرک و کفر را هیچگاه برابر رنجانیدن دین گناهی کبیره نکنید. گناهی کبیره این یک گناهی است که انسان به انجام دادنش کافر نمی شود، اما شرک این انسان را کافر میکند. والله مشکلی شما صوفی ها این است که معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را نفهمیدید. نفهمیدید که لا اله الا الله دو رکن دارد که وقتی این دو رکن به وجود نآمد اسلام انسان صحیح نمی شود. لا اله الحق نیست معبودی بر حق، این رکن اول است که نفی است. کفر ورزیدن به طاغوت است، براءت جستن است. کفر ورزیدن به طاغوت و براءت کردن از شرک و مشرکین. الا الله اثبات کردن توحید که این شرط دوم است، که یا که بگویم رکن دوم لا اله الا الله است که اثبات است. پس چگونه می شود که یک انسان از مکان شرک براءت نکرده باشد، در مکان شرک سکونت بکند، شرک را اقرار بکند، کعبه را سوزاند، قرآن را سوزاند، برابری رنجانیدن قلب یا که سبکتر از رنجانیدن قلب باشد؟ این سخن باطل است. کسی که این سخن را میگوید معنای لا اله الا الله را نفهمیده است. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 256 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. پس هر کسی که به طاغوت کفر ورزد، کفر ورزیدن به طاغوت صفت دارد، یک صفت معین خود را دارد. اعتقاد کردن باطل بودن طاغوت، انسان اعتقاد بکند که همون طاغوت باطل است، عبادت کردن طاغوت باطل است. اعتقاد کردن که به وجود آمد ترک کردن طاغوت، ترک کردن طاغوت پرستان، تکفیر کردن طاغوت پرستان و کفر دانستن طاغوت و بغض و عداوت داشتن نسبت طاغوت و براءت کردن. انا این کفر به طاغوتی که در آیت قرآن آمده است و همین را سلف این امت و علما بیان کردند. نظر بکنید به کتاب اللالکی شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، البربهاری شرح السنه ابن بطه و به دیگر کلام علما از احمد ابن حنبل رحمهم الله و غیره. پس الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه و 4 بیان میکند و میگوید قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. بتحقیق ابراهیم و آن کسانی که با همراهی ابراهیم ایمان به الله آورده بودند، موحد بودند، برای شما
ای محمد برای تو و برای امت تو اسوه است، الگوی نیکو است، باید پیرو بشوی. به چی؟ به توحیدی که ابراهیم داشتند باید پیرو بشوی. الله امر کرده شده است محمد صلی الله علیه و سلم را که به ابراهیم پیرو بشوند. چگونه که ابراهیم در اینجا الله بیان میکند که به قومش گفت ای قوم این براء منکم، ما از شما براءت را اعلام میکنیم چرا که شما مشرک هستید. و مما تعبدون من دون الله، و هر آن چیزی که بجز الله عبادت میکنید، هر آن مکانی که شما همون مکان را مکان عبادت غیر الله گرفتید، از همون جا هم براءت میکنیم. هر چیزی را که شما عبادت میکنید ما براءت میکنیم، از خودتون از همون مکان براءت میکنیم. و بین ما و شما دشمنی و عداوت ظاهر شد و بدا ظاهر شد از همین وقت تا همان زمانی که ایمان بیاورید. پس این آیت آشکار و صریح گفته ایستاده است که انسان همان وقت موحد می شود که شرک را ترک کند، جای شرک را اعتقاد کند که شرک باطل است، مکان شرک را ترک کند، اقرار نکند شرک را و مکانش را، و از مشرکین براءت بکند، مشرکین را تکفیر بکند و غیر از این دیگر آیات ها که دلالت میکند که معنای لا اله الا الله بزرگ است و معنای لا اله الا الله این براءت جستن از شرک و از مشرکین است. پس این بیتی که از عمر خیام میخواند انا ضد همین آیت هست، ضد لا اله الا الله است، ضد براءت است. کفر اکبر و شرک اکبر را درجه اش را کمتر از دلازاری میداند. از همین خاطر میگیم که این ابیات را گفتن و بیان کردن غلط است، مردم را به سوی بدعت و خرافات و شرک دعوت کردن است. والله توبه بکنید و از این راه بازگرد. ای عبدالقادر صوفی، والله توبه افضل است نسبت به این که خود را دفاع میکنی. هیچ شهرت، هیچ جای حسد کردنی نداره که کسی به تو حسد بکند. اهل توحید دلش شاد است و همیشه در عزت است. اما این از باب بیان به برادران و خواهران مسلمان است که تو را گوش میکنند و بعد از این از ما سوال میکنند که پس سکونت کردن در بتخانه، سوزانیدن کعبه، نوشیدن شراب و این سوزانیدن قرآن مگر برابری رنجانیدن قلب است یا که حتی پستر از رنجانیدن است؟ یعنی رنجانیدن قلب کفر است و شرک است مگر؟ نه والله. و بعد از این رنجانیدن قلب به خود شرط و شروط دارد. چرا تفصیل و شرح نمیدی که رنجانیدن قلب کفار، رنجانیدن مشرکین این فرموده الله است که الله میگوید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد رسول الله است و آنانی که با همراهی محمد صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند، یعنی صحابگان، اینها کسانی هستند که اشداء سختگیر نسبت کافر و مهربان رحمگین بین همدیگر هستند. کدام دل آزاری را تو در نظر داری؟ مطلق وقتی که میگویی دل آزار کردن این گناه بینایت بزرگ است، شرک و کفر است، میگویی این مسلمان بیچاره، پس دل کی را نرنجاند؟ دل این کافر را که تو در اونجا زندگی میکنی نرنجاند؟ البته رنجانیدن دل مؤمن این گناه است، گناه است، گناه کبیره است. انسان نباید دل مؤمن را برنجاند، انسان با آداب و با اخلاق باشد. اما این گناه است. کسی که این گناه را انجام میدهد کافر نمی شود. اگر بناگاه دلی کسی را رنجان کافر نمی شود. این گناه کبیره است، بله گناه وزنین است. باید توبه بکنی، باید دلی کسی را از مؤمنین و مسلمین نرنجانی. اما از این هم گناه وزنین تر است که این سوزانیدن قرآن، این سوزانیدن کعبه و این سکونت کردن در خانه شرک به مانند معبدی بودیست یا که در این معبدگاهایی که امروز نصارای اهل کتاب و خریستیان ها دارند و راضی شدن به شرک اونها و به شرک اونها رد نزدن و به شرک اونها اقرار کردن، این البته شرک است که اگر توبه نکرده انسان بمیرد ابدالابد داخل جنت نمی شود و ابدالابد جای او در جهنم است. چخلی که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله هرگز مشرکان را که در حالت شرک وفات کردند، یعنی از شرک توبه نکرده وفات کرده اند، اونها را نمی بخشد. اما بجز شرک دیگر گناهی را به کسی خواهد می بخشد در مشیت الله است یا که خواهد عذابش میدهد.
به مانند گناه کبیره، به مانند رنجانیدن دل. پس این است که ما میگوییم، این است که به مردم تنبیه میدیم، چرا که اساس دین این توحید است. بزرگترین امر الله این توحید است و بزرگترین نهی الله این شرک است. پس نشود که شرک را سبکتر بگیری و رنجانیدن دل را بالا بگیری. این است که اصل دین را از واجبات دین و از مستحبات فرق نمیگذارید. اصول دین چند تاست نمیدانید، اصل ایمان چند تاست نمیدانید و اصل ایمان را از واجبات ایمان فرق نمیگذارید. واجبات را از اصل ایمان بالا میبرید. قسم به الله اصل ایمان را بگو که چند تاست. پس لا اله الا الله به خود رکن دارد، شروط دارد و این ابیاتی که میگویی مخالف رکن و شروط لا اله الا الله است. پس این است که ما بیان کردیم. اما عمر خیام آیا این دوست الله است؟ البته کتاب ها در این موضوع نوشته شده است. پیش از این که ما صحبت بکنیم بله نظر کردیم و دیدیم و 10 سال 15 سال ما به همین خاطر گذشته است که تعلیم علم گرفتیم. اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. اما عمر خیام اولیاء الرحمن نیست. عمر خیام عقیده اش معروف است. عمر خیام عقیده اش معروف است که قرامطه رافضی است. عمر خیام این بیت هایی که نوشته است همش دلالت به همین قرامطه رافضی بودنش میکند. و حتی در زمان عمر خیام حکمش را علمای اهل سنت و حکامی همان زمانه اهل سنت ریده مانده و حکم قتلش را داده بودند که او گریخت و با وفات خودش وفات کرد. عمر خیام قرامطه رافضی هست. یکی از قسمای رافضه که قرامطی است. قرامطی یکی از بدترین و غلیظترین و سختترین یکی از شاخه های رافضه است که حتی خانه کعبه را رفتند، غصب کردند، از مسلمین گرفتند این زمین را و بعد از این اون حاجی هایی که در اونجا بودند به قتل رسانیدند و بعد از این سنگ خانه کعبه که حجر الاسود است گرفتند و با همراه خود رفتند. قرامطه های بحرین بود. انا من قرامطه ها در فارس هم وجود دارد که یکی از اونها انا همین عمر خیام بود، دیگر ابن سینا بود. اما میگویی جلال الدین رومی مولانا دوست الله است. جلال الدین رومی در کتاب مثنوی معنوی میگوید که الله در درون همه چیز وجود دارد. وقتی که سنگ را عبادت میکنی، سگ را عبادت میکنی، چیزی را عبادت میکنی بدون که الله را عبادت میکنی، میگد به سوی شرک دعوت میکند، به سوی استغاثه بغیر ما انزل الله، بغیر الله به سوی استغاثه دعوت میکند همون به سوی همون عبادتی که الله نازل نکرده است. به قبر پرستی دعوت میکند. میگوید وقتی که قبر را، سگ را، درخت را، چیزی را عبادت کردی تو تنها الله را عبادت میکنی، برای اینکه همه چیز الله هست. میگد عقیده وحدت الوجود دارد و این در بین علما و در بین طلاب اهل سنت معروف است. نظر بکن به کتاب المثنوی معنوی که البته بنده خودم اون رو نظر کرده ام و خونده ام. پس از حافظ سخن میکنی، ببین که کی است. بله سعدی شیرازی صوفی باشد هم کم می بود و او انسان خوبی بود و از ابیات اون بیار که چگونه ابیات خوب دارد. اما سعدی نه در گلستان و نه در بستانش این چنین سخنها را نگفته است. عقیده عمر خیام جبری بود. از نظر تقدیر همه عیب را به بالای الله سبحانه و تعالی میگذاشت و میگفت هر کسی که در اینجا شرک میکند هیچ گناهی ندارد، برای اینکه الله او را مشرک کرده است. این عقیده جبری بود و این معروف است که عقیده جبری، جهمی و غیر ذلك. پس بیا از شناسایی این علما به ما، از شناسایی اون علمایی که گمراه هستند و اولیای شیطان هستند به ما خبر نده. خودت به اینها نظر بکن. اینها اولیایی که تو میگویی، دوستای الله که تو میگویی، نه این چونی نیستند. خطا کردی. از توحید با خبر بشو. پس بعد از اینکه توحید را فهمیدی به ملت تاجیک با توحید خدمت بکن و از شرک و کفر نگه بدار. در اینجا آیتی را آوردی که الفتنه اشد من القتل. فتنه گفتی سخت‌تر از قتل است. بدان که فتنه در این آیت این شرک است و کفر است. برای آنکه ما قرآن را به فهم خود نباید تفسیر بکنیم. صحابگان میگویند که فتنه که در قرآن آمده است به شرک و کفر دلالت میکند. در اینجا الله گفته شده است که فتنه یعنی شرک و کفر از کشتن دیده سخت‌تر است. به خاطر نابود کردن شرک و کفر اگر خون بریزه جایز است. و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله. و بکشید و بجنگید تا اینکه فتنه نابود بشود، یعنی شرک و کفر نابود بشود و تا اینکه دین الله کامل بشود. در اینجا هم معنای فتنه این شرک و کفر است. پس دین را از قرآن و سنت بگیر. دین را با فهم سلفی صحابگان بگیر، نه با فهم خودت. پس این است مختصری سخن ما
که امیدوارم که سبب فهمیدن حق بشود و سبب بازگشت عبدالقادر به سوی حق بشود و از این سخن فقط توبه کند و دیگر این چنین سخنها را نگوید و از دفاع خودش هیچ به او فایده نمی آید. این بود سخن کوتاه ما. بارک الله فیکم و حیاکم.